از نیمه شب گذشته در آرامش شب در حال عبور از پل یا مشغول کار کنار رودی. در لحظه فاجعه سر می‌رسد. پل فرو می‌ریزد و همراه آوار به اعماق آب‌های سرد رود فرو می‌روی، بی آنکه هرگز بدانی چه اتفاقی افتاده. این شاید داستان آخرین دقایق آنهایی باشد که حالا ساعتها بعد از حادثه هنوز مفقودند و امید به زنده ماندنشان بسیار کم است. کشتی باربری 288 متری دالی در ساعت 1:27 بامداد سه‌شنبه به وقت محلی با پل فرانسیس اسکات کی در بالتیمور برخورد کرد. برخوردی فاجعه بار که موجب فرو ریختن پل و به آب افتادن چند خودروی عبوری و کارگرانی شد که مشغول تعمیر پل بودند. 2 نفر در ساعات اولیه نجات داده شدند که حال یکی خوب نیست و چندین نفر هم هنوز مفقودند. دمای پایین آب و موقعیت منطقه عملیات جستجو را با دشواری روبرو کرده. مشغول عملیات جستجو و نجات هستیم و آن را برای مدتی ادامه خواهیم داد. منطقه بزرگی برای جستجو داریم، روی آب، زیر آب و اطراف کشتی. کشتی دالی با پرچم سنگاپور حرکت می‌کرد و اعلام شده که تمام خدمه و سرنشینان آن جان سالم به در بردند. تصاویر هوایی در روشنای روز تصویری روشن‌تر از ابعاد فاجعه به دست می‌دهد. پل فرانسیس اسکات کی به طول 2 کیلومتر و 570 متر نابود شده و ساکنان را در بهت و حیرت فرو برده. پلی کلیدی که واشنگتن را به نیویورک مرتبط می‌کرد و از مهمترین مسیرها برای دسترسی به بندر بالتیمور بود. بندری که واردات و صادرات اقلام مهمی از شکر تا خودرو از آن انجام می‌گرفت. فرو ریختن پل می‌تواند پیامدهای اقتصادی برای ساکنان محلی و کل آمریکا داشته باشد و البته پیامدهای سیاسی در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. هر کاری که بشه می‌کنیم تا بندر دوباره بازگشایی و پل بازسازی بشه، با سریع‌ترین روشی که از دست بشر ساخته است. هنوز بررسی جزئیات آنچه که منجر به این برخورد مرگبار شد ادامه دارد. FBI عامدانه و تروریستی بودن حادثه را مردود دانسته. غواصان اما جعبه ضبط اطلاعات کشتی دالی را پیدا کردند. آنچه ممکن است به کشف دقیق‌تر علت حادثه کمک کند. تراژدی مرگبار پل فرانسیس اسکات کی می توانست فاجعه بارتر باشد اگر در ساعات خلوت شب اتفاق نمی افتاد و اگر هوشیاری مردم محلی و نیروها در بستن مسیر منتهی به پل وجود نداشت. پلی که نامش نام شاعر سرود ملی آمریکا بود، سرود ستاره ها، و حالا قربانیان آن مانند ستاره هایی ناگهان در آن نیمه شب بهاری فرو ریختند. شبنم شعبانی، BBC.